درمان اولین مبتلا به ویروس ابولا در اروپا در بیمارستان کارلوس سوم در مادرید آغاز شد. این بیمار پرستاری است که در گروه ویژه درمان کشیشی که در سیرالئون مبتلا به ابولا شده بود حضور داشته است. کشیش مبتلا به ابولا که از وی به عنوان ناقل این ویروس به اروپا یاد می شود 21 دسامبر از سیرالئون به اسپانیا بازگردانده شد. وی در مادرید در بیمارستانی بستری شد که اکنون پرستارش بستری است. این کشیش 4 روز پس از آغاز درمان جان باخت. ما در حال انجام مراقبت‌های اپیدمیولوژیک از تمامی کسانی هستیم که با او در تماس بودند. بنابراین باید ببینیم که او با چه کسانی ارتباط داشته تا تمام تدابیر حفاظتی لازم را بررسی کنیم. تدابیری مانند بررسی دمای قرنطینه. وزارت بهداشت اسپانیا از بیماری این پرستار به عنوان نخستین مورد ابتلا به ابولا در اروپا یاد کرده. اطلاعات سازمان بهداشت جهانی این گزارش را تایید می‌کند. شیوع ویروس ابولا از ماه مارس در گینه، سیرالئون و لیبریا واقع در غرب آفریقا تاکنون سبب مرگ 3400 تن شده است.